قدرت خالق یکتایی بی همتا. جوان کوریایی مسلمان در اردوی کوریا خدمت می کرد و دوامدار توسط فرمانده و سربازان مورد آزار و اذیت قرار می گرفت. زیرا او مؤمن به الله عزوجل بود. در یکی از روزها فرمانده تصمیم گرفت که او را به حضور سربازان ذلیل بسازد و او را نزد خود خواسته برایش گفت: ای سرباز جوان، این کلید را بگیر و آن موتر جیب را از پیش رو برده و آنجا پارکینگ کن. سرباز جواب داد: قماندان صاحب، من رانندگی را یاد ندارم. فرمانده گفت: خیران طور که باشد برو برای پروردگارت نماز بخوان، شاید او برایت کمک کند و حالا برای ما نشان بده که او موجود است یا خیر. سرباز کلید را گرفت و به نزد موتر رفته شروع به ادای نماز کرد. بعداً به موتر بالا شد و آنجا آنچنانی که فرمانده امر کرده بود پارکینگ کرد و در عین حال موتر را دور داد تا تمامی سربازان ببینند و بگویند ما هم می‌خواهیم به پروردگار تو خدمت کنیم. اما چیزی دهشتناکین بود زمانی که فرمانده بانت موتر را باز دید که اصلاً موتر ماشین ندارد. اینجا بود که فرمانده دهشت زده شروع به گریه کردن کرد و سرباز مسلمان از خوشی گریه نمود و فریاد زنان گفت: این همان پروردگاری است که من او را می پرستم و او ذاتی است که برای چیزهای ناممکن روح می بخشد و جان می دهد. پس خوب بدانید که در نزد الله عزوجل هیچ چیزی ناممکن نیست و هرچه خواست همان می شود. به خاطر دیدن ویدیوهای ما صفحه فیسبوک ما را لایک و چینل مثبت میدیا را سابسکرایب کنید. روزتان خوش.